برید داستان فرعون رو یه وقت تو تاریخ مطالعه کنید. فرعون یک آرایشگری گرفته بود برای دخترش، خیلی قشنگ روایت. یه روزی داشت دختر فرعون رو آرایش میکرد، این شانه آرایشگری از دستش افتاد پایین. تا برداشت که یا الله، گفت یا الله. گفت که الله کیه؟ منظورت بابای منه؟ دختر فرعون گفت نه. واسه این خدای که تو میگی کیه؟ دست به آسمان بالا. گفت خدای من فوق بابای توست، الله تبارک و تعالی. گفت یعنی عقیده داری به خدای غیر از بابای من؟ گفت بله، خدای تو که بابای تو هم بنده از بنده های خداست. گفت جدی میگی؟ گفت بله جدی میگم. رفت به باباش گفت بابا به تعبیر ماها تو آستین خودمون چی داریم پرورش میدیم؟ مال داریم پرورش میدیم. گفت چطور؟ گفت این آرایشگری که برای ما آوردی اصلا شما رو به خدایی قبول نداره. و هزارش کنید آوردم. گفت ببینم خدای کیه؟ خدای من همون خدای موسی است. خدای موسی است. گفت یعنی منو به خدایی قبول نداری؟ گفت نه، تو هم بندی از بنده های اون خدا هستی. گفت یا دست میداری یا به شدت عذابت میکنن. این همین سحره معرفت وقتی باشه ظرفیت میره. گفت من حاضرم در راه اون خدا همه رو عذاب و سختی رو تحمل بکنم. روایت داره دستور داد یک دیگ بزرگی رو با روغن داغ کنن، پر از روغن داغ شد. دیگه این زنه 2 تا بچه داشته، بچه کوچیک. و بچه اولش رو بندازید تو روغن. سهنرش مادر یه وقت میگه شمشیر بگید سر بچه شو بگوید، یه لحظه است. اما بچه رو بندازن تو دیگ روغن. و بچه اولش رو انداختن، این بچه جزغاله شده، سوخت، دست پا میزد، جیغ میزد. این مادر میدید. دقت کردیم؟ معرفت وقتی باشه ظرفیت میره بالا. در راه خدا حاضرم فرزندم بدن. دیدن این خانوم دست بردار نبود، بچه دومش انداختن. او هم سرنوشت بچه اول رو پیدا کرد. دیدن این زنه دست بردار نیست، سرآخر خود این خانوم رو انداختن تو اون ظرف. سوخت ولی دست از ایمان خودش بر نداشت. معرفت چی میاره؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا